ضد قوم وحشی بی سواد تحصیل نکرده ای که جز اجرای شریعت چیزی نمیدانند، طبیعتا راه گفتگو با آنها هم بسته است. اگر به طوری ببینیم که طور که میمانتان گفت که مردم جاهل و نادان هستند و اگر می دیوار ببینین ایرا خو مردم دانشمند آباد کرده. پلان ازی در چندین حکومت‌های قبلی ایران جور شده. این دانشمندا چرا این غلطی را کردن؟ این خطای سیاسی بزرگ طالب نکرده، بلکه خود ایرانی ها کرده. این دیوار افغان ها آباد نکرده، این دیوار خود ایرانی ها آباد کرده. لہذا شما چطور میتونین کسی را که جهالت از خودش صورت گرفته باشه تهمت بزنه به کسی دیگری؟ کلمه اول. دوم، در مورد حقابه طالبان بسیار گفتن که آب کم شده، قحطی است و مشکلات آب بیشتر است. باور نکردن تا زمانی که هیئت ایرانی آمد، هم به هریرود رفت و هم به ایستگاه هیرمند رفت و در هر جا که دیدن راپور فعلی را در هفته آینده شاید نشر کنند و شما به اثبات خود رسید که خودشان گفتن که وضعیت قحطی آب در افغانستان تکان دهنده است، چیزی که به حقانیت طالبان اثبات میکنه که اونا دروغ نگفتن، اونا با اینا سیاست بازی نکردن و فلحاظ طالبایی را میفهمن. امیره که شما جاهل میگین، امی جاهلا عقلشان از بسیار نمو حکومت جمهوریت قبلی 1000 بار بهتر و بلندتر است. امی که آب هیرمند داخل ایران میشه، بعد از چند کیلومتر یا پس برمیگشت میامد به نیمروز افغانستان و زمینای افغانستان از او عقابه میگرفت. در مدتی 40 سالی که افغانستان در مشکلات جنگ است، ایران یا آب از بازگشت به نیمروز بسته کرده. ببینین اگر افغانا صدای خود نمیکشن، معنی از این نیست که برای ما شما کلمات جاهل و نادان و اینا را استعمال کنید و راه بکشین به طرفی که شما بسیار دانا هستین. هر کس زمین خودم میشناسه و رای خودم میشناسه. اگه امروز آب بسته میشه، شما قبلا این کار کردین. آبی که به افغانستان بعد از چند کیلومتر از ایران در خاک ایران داخل میشد و پس به افغانستان میآمد، او را شما بسته کردین. اجازه بدید صحبت‌های علیزاده را بشنویم. خیلی ممنونم از شما جان فاطمی. مشخصا این زمین‌ها شما قبول ندارید که در خاک ایران بودن؟ ببینن اگه در خاک ایران بود، یعنی چون فاصله نقطه صفر مرزی با این دیوار به هر حال مشخصه دیگه. بالکل است. مگر شما راپور خودتان که قبلا نشر کردین متوجه شوین، تعداد مزارع ایرانی خودشان میگفتن که ما قبلا وقتی که به سرزمین‌های خود میرفتیم با یک شناسنامه بلوچی میتونستیم از سرحد بگذریم. فلحاظ اونا خودشان میگن که از سرحد بگذریم و به زمینای خود برویم. زمینای از اونا معلوم است از سرحدی طرفتر در افغانستان بوده، نه در ایران. اگر در سرزمین ایران بود، چی ضرورت بود که از سرحد میگذاشتن با یک شناسنامه؟ میگن که بعد از آمدن طالبا اونا شناسنامه ما را قبول نمیکنن. اگر حرفای ما غلط است، شما راپوری حالا دوباره بشنوین. خود شما نشر کردین و در اونجا خود یک از مزارع برادرای ایران میگن که و زمانی که به اون طرف میرفتیم در دوران جمهوریت برای ما مشکلی نبود. مرزبانان به اساس شناخت یا به اساس همون کارت بلوچی که ما داشتیم، ما میتونستیم که به زمینای خود بگردیم. اما بعد از آمدن طالبان این کار صورت نمیگیره. مفهومی است که طالبان سرحد خود قایم کردن اجازه نمیتن. لهذا سرحد از قبلا وجود داشته، نقطه صفری و قبل. نقطه دیگری که در مورد امی رودخانه که شما میگید